Sultan Hanım sizi burada görmekten memnun oldum. Şerefe. Kaç defa ölümden döndün. Haberin var mı senin? سلام به همگی. بعد مدت ها ما برگشتیم با یک ویدیوی جذاب. دروغ مریم زلی که باعث شد مشهور بشه. با من همراه باشید. دختر و پسرا به سلبی سفدا خیلی خوش اومدید. اگر به اخبار سلبریتی ترکیه علاقه‌مندید حتما کانال رو همراهی کنید. مریم زلی چشم‌رنگی کوچکترین دختر یک خانواده 6 نفره است که تو سال 1984 در آلمان به دنیا اومده. 2 برادر و یک خواهر بزرگتر از خودش داره. پدرش اهل ترکیه و مادرش آلمانیه. پدرش نویسنده و مادرش معلم بود. مدتی هم تو پارلمان اروپا کار میکرد. اوزرلی تو مصاحبه‌ای که با خبرنگار حریت هاکان اونجا داشت در مورد آغاز کار بازیگریش گفته پدر یکی از دوستان نزدیکم تو شهر کوچیکمون سالن تئاتری داشت و من بعضا نقشه کوچیکی رو به عنوان بازیگر خردسال ایفا می‌کردم و اینجوری بود که فهمیدم تئاتر تو خون منه. تو 14 سالگی که عمل آپاندیسی تو بیمارستان داشتم و اونجا هم با یه سری فعالان تئاتری آشنا شدم. تئاتر کار میکردم ولی آیدی چندانی نداشتم. نقش چندانی هم بهم پیشنهاد نمیشد اما امیدم رو از دست ندادم. تو 17 سالگی از خانواده‌ام جدا شدم و تو یک مدرسه تئاتر ثبت نام کردم. 10 سال بعد زمانی که تو برلین زندگی می‌کردم نقشی در تئاتر بهم پیشنهاد شد که سرآغاز زندگی حرفه‌ای من و معرفیم برای نقش خرم سلطان بود. مریم زلی تو مصاحبهش گفته که تو اون دوره از نظر مالی به شدت تو مضیقه بودم و به همین دلیل به پیشنهاد دوستم و توصیه چند تن از عوامل سریال که بازیش توی اون تئاتر رو دیده بودن تصمیم میگیره که اقدام به امتحان شانسش بکنه. در مورد انتخاب شدنش برای این کاراکتر گفته که از اونجایی که من در آلمان به دنیا اومده و بزرگ شده بودم هیچ دانشی در مورد تاریخ عثمانی نداشتم و من زمانی که تو صف بازیگران کاندیدای این نقش بودم تازه شروع کردم به این که از موضوع با خبر بشم و بعد از انتخاب شدنم هم نهایت تلاشم رو کردم تا در حد ممکن در این مورد اطلاعات کسب کنم. و اما یکی از جالبترین اتفاقات مربوط به نقش خرم سلطان که اتفاقا خیلی هم وایرال شد دروغ مریم زلی برای گرفتن این نقش بود. مریم در مورد اسب سواری و عوامل سریال در تستای اولیه دروغ گفته بود. خودش میگه وقتی تو تستای اولیه ازم پرسیدن که اسب سواری بلدی من گفتم بله، اما در واقع هیچی بلد نبودم و وقتی صحنه‌های مربوط به اسب سواری ضبط میشد دروغ من برملا شد. سازندگان سریال بهم گفتن تو گفتی سوارکاری بلدی، اما من در جواب گفتم جدا اینجوری گفتم اصلا یادم نمیاد. ولی خب چون قسمت‌های زیادی فیلم برداری شده بود دیگه نمیتونستن خرم دیگه رو جایگزین من بکنن. مریم زلی اصلا فکرش رو نمی‌کرد که این سریال انقدر طولانی بشه. همچنین انتظار چنین استقبالی رو از سریال نداشت. اما تو مدت کوتاهی تمام ترکیه و حتی کشورهای اطراف مثل ایران صحبت از این سریال بود. و مریم با یک دروغ کوچیک و البته استعدادی که dağış تونست این نقش مهم رو بگیره و به شدت مشهور بشه. Bindin mi? Binmek mecbur kaldım. Hürrem orada ata biniyor. Ama sanki böyle çok profesyonel ata biniyor. Ben hiç profesyonel binmedim. Felaket sonra dediler ki sen ata öyle bir şey mi dedim? Gerçekten. اما در ادامه اتفاق عجیبی افتاد. در حالی که سریال در حال پخش و قسمت‌های بعدیش در حال ساخته شدن بود، مریم زلی از بازی در سریال انصراف داد و از تیم جدا شد. اون در مورد این اقدامش گفته وقتی اومدم ترکیه یه سری خطاهایی ازم سر زد. برای خودم آشیانه دست و پا نکردم و اینجا رو به چشم خونه ندیدم. خواستم برام خونه بگیرم ولی من قبول نکردم و گفتم تو هتل راحت ترم. من مثل یه ربات همش در حال کار کردن بودم. فصل اول این سریال بسیار سنگین بود. هنوز با فضا و بازیگرا آشنا نبودم. با این فرهنگ و زبان کاملا بیگانه بودم. میخواستم تک به تک دیالوگ‌ها رو کامل ادا کنم و چون زبان رو بلد نبودم چیزی که بقیه بازیگرا تو نیم ساعت بهش مسلط میشدن من تا صبح باید براش جون میکندم. کمخوابی شدیدی داشتم و این روی روان من تأثیر بدی گذاشته بود.
فصل دوم هم خیلی سنگین گذشت. تو فصل دو مرال اوکای مریض شد و به خاطر مریضیش سناریو و تمامی لوکیشن ها به سرعت تغییر کرد و کار سنگین تر شد و جدای از این من در تمام مدت به شدت احساس تنهایی می کردم. تو اون دوره اون داشت تو آلمان مراحل درمانش رو طی می کرد. میگه با اینکه کلینیک ها و پزشکان فوق العاده تو ترکیه وجود داشتن، اما من نیاز داشتم که با زبان مادریم دردم رو بفهمونم. بعد از 3 سال کار حرفه‌ای در ترکیه تو سال 2012 اوزرلی رابطه عاطفی رو با جان آتش شروع کرد و باعث و بانی این آشنایی نباهت چهره بود. جان آتش یکی از سرمایه‌دارهای مطرح ترکیه هست. مریم اوزرلی با وجود اینکه از نظر روحی روزگار سختی رو میگذرون، اما امیدوار بود که این رابطه اوضاع رو بهتر بکنه، ولی متاسفانه این رابطه به بنبست خورد. اوزرلی به طور ناخواسته حامله شد و جان اون رو مجبور به سقط جنین میکرد. مریم برای خبرنگار حریت اینطور تعریف میکنه که جان به من گفت من الانشم 2 بچه دارم و این بچه رو نمیخوام. از طرفی این بچه همه زندگی و دستاورد تو رو نابود میکنه و همه فکر میکنن که تو به خاطر بارداریت از سریال جدا شدی. اما مریم اوزرلی بار تک والدین بودن رو به دوش کشید و بچهش رو به دنیا آورد. یکی از دردناکترین اتفاقات برای اوزرلی این بود که در حالی که تمام ترکیه محو هنرنماییش تو سریال خرم سلطان بودن، اون میخواسته خودش رو از تراس هتل به پایین پرت بکنه و تمام راه چاره رو در مردن میدیده، اما منصرف شد. مریم با دستمزد خیلی خوبی که از بازی در سریال حریم سلطان گرفته بود آپارتمانی در آلمان خرید و در سال 2014 دخترش لارا رو به دنیا آورد. اون حتی کافه‌ای در برلین راه اندازی کرد و دخترش رو به تنهایی بزرگ کرد و بدون اینکه سنگینی شهرتی که در ترکیه روش بود رو در آلمان تجربه بکنه زندگی آرومی داشت. اوزرلی بعد از بهتر شدن اوضاع روحیش به ترکیه برگشت و تو فیلم و سریال های مختلفی بازی کرد. آخرین پروژهش سریال تاریخی زیبایی هست که نقش یک معشوقه رو بازی میکنه که اتفاقا راجع به این سریال زیبا تو یکی از ویدیوهای قبلی صحبت کردیم. حتما ببینید. مریم اما بعد از جان آتش دوباره ناکامی در عشق رو تجربه کرد. در سال 2020 دختری به نام لیلی رو از دوست پسر آمریکاییش به دنیا آورد، اما هویت دوست پسرش رو تا حالا برای کسی افشا نکرده و هر 2 دخترش رو خودش داره بزرگ میکنه. البته جالبه که بدونید نظر اوزرلی در مورد موفقیت در عشق کاملا متفاوته. تو مصاحبه‌ای که ژوئن امسال با هولیا افشار داشت در پاسخ به هولیا که ازش پرسید چرا در عشق موفق نبودی، گفت مگه در عشق موفق بودن فقط به اینه که تا آخر با یک نفر باشی و با تمام سختی‌ها و دردها ازش جدا نشی، یا اگر جدا بشی یعنی شکست خوردی؟ به نظر من در عشق چیزی به نام شکست و موفقیت وجود نداره. هولیا در سوال دیگه از مریم پرسید که چرا اونا با تو ازدواج نکردن و منظورش جان آتش و دوست پسر آمریکایی مریم اوزرلی بوده. اوزرلی در حالی که از این سوال کمی متعجب بوده جواب میده بحثی نیست که اونا با من ازدواج نکردن. مهمترین چیز برای من درس گرفتن از زندگیه، چون زندگی همیشه توی یک حالت خاص نمیگذره. مریم اوزرلی جای دیگه هم گفته که تو سالهای اخیر حالم خیلی بهتره. شناخت خیلی بیشتری از خودم دارم. دقیقاً میدونم که چی میخوام و چی نمیخوام و این باعث شده زندگیمو بهتر و بدون هیچ هیجانی و در اوج آرامش اداره بکنم. به انتهای ویدیو رسیدیم. حتما نظرتون رو در مورد مریم اوزرلی برامون کامنت بکنین. آیا بازیش رو در نقش خرم سلطان دوست داشتید یا نه؟ متشکرم که همراه هستید. مراقب خودتون باشید. خداحافظ.